صبح بخیر تاجیکستان، صبح بخیر هموطن، صبح بخیر شنوندگان رادیو هرتز. صبح آمده تا عشق بکارد، باران محبت به سرت باز ببارد. خورشید رسیده است که با جوهر نورش نقشی ز خدا بر دل پاکت بنگارد. صبحتان به خیر و شادی. من محمد حکیم با برنامه صبح بخیر هموطن در کنار شما هستم. امیدوارم صبحی با عشق و محبت و پر از انرژی را شروع کرده باشید. صبحتان بخیر هموطنان عزیز و فارسی زبانان گرامی. تا به حال شده است سخنی بگویید و بعد پشیمان شده باشید؟ بعضی وقتها گپ زدن به ضرر انسان می شود. بهتر است اول کمی فکر کنیم بعد حرفایمان را بزنیم. به قول بزرگی که می گفتند رازی زیبا سخن گفتن در 3 چیز است. اینکه بدانیم چرا می گوییم، چه چیزی می گوییم و چگونه می گوییم. حکایت شده است روزی شوی زنی خسته و مانده از سر کار به خانه آمد و دید بسیار نامرتب و بی‌نظم است. بعد داد و فریاد، هر روز خانه همین احوال است، یا سرت در تلفن یا در لاین و اینستاگرام و یوتیوب. از خوراک شام که خبری نیست، لااقل یک چای تازه دم بیاور برایم. زنش خیلی آرام تلفنش را بست و با لبخند گفت گوشت نداریم، نان و دانگی تمام شده است، قند و شکرم که نداریم. خیلی وقت است که بچه ها به گردش نرفتن. 50 سامان روبینک نیوره خاله همسایه، بالاش به 30 سامان برای مکتب دخترچه من و 20 سامانم برای کتاب پسرچه من و دیگر اینکه زن که در حال لیست کردن بود شوهرش در رو چای آورد و گفت ای زنک جان، من این 2 گیگ اینترنت برای شما خریدم. بعدش 2 لیوان چای ریخت و گفت گلکم، چایت رو با قند میخوری یا با نبات؟